بیشتر کنم هم دعوه که میگم خلیفه می یک بشکه تل بیشتر بیاریم که خلاص کرده تل خلاص کرده. خوب شد گندما شما آرد شد مامان اگروز. اشتر گیلا. اشتر مامان اگروز خیلیاته. جان هستیم جان اول خوبه خیلیاته. شکر. چه تعطیله؟ تل خلاص کرد. خلیفه من گوشنگی گردن من بند باشه نیه. از نون بخورم از نون سرشم او نمیخورم. یعنی که نون آرد کرده بخیر؟ آنه بیجی ها شما دیگه هفته بیجی نمینای برا. خوبه دیگه. و چند میشه حساب از اینا؟ حساب از اینا برار دیگه چند من بیده؟ 35 من. 35 من. نه دیگه برار 36 من دیگه 12 من نگفتین. خالی یک من یا کم گفتی یا زیاد 36 من 36 تا دهی رستی 4.5 زدم خلیفه گفتم از ما پیشتره. درسته حالا میشی ما پیش خلیفه 36 دهی چند میشه؟ 360 خب 4.5 زدم اینجا با 760 760 میگه. ها انا چیزه برای منجی تاک کنی که ما خود تاک کنی انا چه میام اینجا نه که گله با زمین نخوره فرمان شما. خب برو بده ما 760 که بده سایکو گیلا هم پیش شما جستنینیو تو فهمیدی؟ پولاش مرمیدون که خوبه کردم همین که آردار برو حال پول نمیده؟ نه دیگه پول از کجا بیارم حاله دست داریم شما ها دست دارم خود دست شما آنه چکاره یار خب خلیفه گفتم مادرم پیرم نفتا کن نویریم که میای یک کپ آرد بدون پول از این دامنی سرا بیرون نمیکنی که بره مامان روز من به پیش شما برابر یک گوی شرمنده یم نمیشه دیگه یعنی به من بگفته اصلا مامان نوروز خوب ما به شما بگفتم که مادر خورم بگو پیر خورم بگو نفتا کنی بیری خوب میبینیم تل نداره همسایه‌ام خدای پا خیر بده خصوصا به میمای مبارک رمضان هم میایم و نسیه جستنی که من نیو که که جستنی باشم همسایه شما نزدیک شما پیر اصلا شما فکر کنیم خسر منیم برارزادی خوشی منیم خب او با من گفته مادم من مزدی در خونه نایم برا یعنی ما ایتا پیش از این بی‌اعتبار شدیم نه دیگه مامان نوروز با شما تا شما میبینیم دیگه طرف با اختلاف کنیم برای که گلف کرده بیاد یه چل ندارم آردا خونه برم نه برا سه بیجی آرده شما میگه توی کرده پلا خور بیاریم آردن بار کنیم بباریم دیگه حتی بالا دل من بره باور کن فقط جستنی من پیش بابا فرار نمیکن گیلا کم دو بیجی بده یک بیجی دیگه پیش نباشه تا پلا تو من دینیم سال بشه و میچرا کار میکنم من اعمال بیام جواب میدم میره برای کار خود دیگه نکنید دیگه من روزه صبح من بیاد روزه کشمیشیه در عملت خوب است به خاک کنه نگه شما میگی ما پیش شما خدا برستی نیه به بسته شرق غرب افغانستان بریم بپرسیم بگه مامان نوروز به تخلص کلاورداره بابا یک ما پیش بریفتی سه بیجی چهار بیجی آت کردی ببردی پول ندادی حالا باید سه بیجی بیا با ما بگفت که عباس گفت گیلا گیتا نشه که با ما بیام سعی کنم که همه عردار ببردیم نسیه تله داره با ما میگم شب چه کار فلانه خلاص که ما با شما نگفتیم صبح که تل نداره زمان آرد کردیم شما یک بشکه تل پره رو انداختیم ذخیره کودیشتیم دیگه تل ذخیره خلاص شد دیگه اونجا سه چهار تا بشکه خودشته بود یاد نبره که بستم پول داره نه پیش خو پول نداره من نه ما گفتم بیا من میتونم مثلا کنم دیکون غوثالدین یک بشکه تل بستم بیا چیز کن بیسار اینو بود تل بستم یک چیز دیگه خلیفه ما تل شان خیلی کلاوردار آمده بود کدوم کلاوردار امریکا معروفه به غلط کینه کلاوردار چند تا من نمیشته از کلاوردار از کی با پول نمایی
خود میلیلار نمیگم ماما نوروز میگم. ماما نوروز ها آردا کنه دی بری نه سبوجی آوار که خلیفه جان یک من کم میگه خیال میکنم من برابر ماما نوروزم عقل کمال ندارم با من میگم چند من آورده شما سبوجی میگه 35 من گفتم شما ندادید صبح که 36 من بجی 12 من میگه یک من چیکار میشه خب کاری کنی که ندادی هر چی گفتم پول بده گفتم که انا پولار ما چون میارم و اعتبار ندارم گفتم خلیفه گفت نه آره میگفت یعنی هم خاطی پیش کشیده پیشیو گفتم به پیشیو خاطی پیش میگه ماما نوروز به شما پشت دست خلاص بس میگه میگن کم سر خلیفه و شیر نمیدی تو چند از اون پول نمایا 4.5 ساعت بگفتم 4.5 ساعت 360 میگه 760 روپیه مال سیل میکنم تو برو از این پول بستم گوش کنی نه خوب کردی برو سیاه تعطیل نکن که زودی بیار که مردم گندم خیلی میارن برو روزه مردم همه کیکو چه میگم غلف تیار میکنم نون پخته میکنم بابا شرط خیلی میارن زودی بیای دیگه ساعتی کردن نری دیگه خوبه برو آفرین بده خوبه کلاوردار کم پولا من بودی تو سلام علیکم. شتانی جان جرا شتانی خودش. شکر ای نومر بیار مبیمون دم سیاه شما چری اردو ندادی سایکو برار گوش که ما با تو چی میگم ما برار مزدورم میام بله خبر داری آه خب خیر بینیم من پیش عباس و پیار مزدورم تو برار من پیار تو میامدن نگاه پولار میگه آرد کردن گندمار پولار باز میارم من با من عباس گفته که با چی پیار با مادر با پیار با مرغ دنیای عالم یک کپی ندید من اشته پولار بدم اما دیگه هم قرض داری شما خب آلی که یک نوری نداره آلی اگه میدادی 1 کیلو نه 1 من میدادی چکار میشد پستک نوری به سفره مانیه پیار مبیمون دم چی شما ابو اسیا شما اردو ندادی خیلی تو گیلک نمردی خلیفی تو بگه باوسو ایداری سر میکنی خب پوست تو فقط میگی سنجد کخ زدیه هم تکر رز می چرا میخندی؟ نه خب من بیچاره غریبی یخن کده تو خوش داری که من را سرا بیری کنه ها اسیا او در سرای اسیا اینی زلو و دم سرای اسیای آری ندادی اردو نه برا خوبه گردم پول بیار تو بیاره بیای عرصه بجی آرده ببر اگه روزا بی پولی اینا میگرده آلی ما ایشا چی بخوری؟ اگه ما دگه گندوما یارده بسیا شما درسته خدایی خیلی عقل کمال داری بم پیار خوبه لفتی تو برو که من میرم که تل میارم تل بریم چاشتا خوریم که افطار نمیری؟ نداره برو پول بیار برا تو پول نیاری گیپک بله سیکو برارم تا پیار خوب بگو پول نیاری عباس مر بیرون میکنه سلط میکنه نمیده و فهمیدی؟ برو دلجم یعنی چه کار کنم؟ به سرا بشینم خود مادر تو جنجال کنم؟ نه بابا سه کنی با خونه ما پستک نونیه گوشی کنن شما نمیدونین که آدم چیز میگی مای به شما زنگ زنه خبرم دارین که مای خالی میم شو بیای به خونه ما مادر ما گفت قراره که برو به پیار خوب بیای میگن دومار وردارم ببرم به سیاه عباس اینا بدم که آرد کنم 11.5 روپیه از عباس اینا ما قرض دارم از هر قبرستون تو مادر تو بیارم من پول برم باز بر عباس اینا بدم از کجا برم بیارم میبینی که از بی پولی بدر شدم از سرا بسته که مادر تو جنجال مکبرتم به صحرا سر خو گذاشتم یک دیگه خالت اینجا بیار بعد دیگه هتل یا قهوه خونه کوکو یا ریاد کرده بودم بابا این گپ میمون چی کار داره اصلا این میمون نه هم سفره خیلی میشه و تا سفره ما پستک نونیه خب من چه کار کنم برو مال رو مرور میداره عباس میگه تو پولا جلوی که قرضدار بودی میآوردی کالی میآمدی یک کادگر می بود میدادیم بابا میشه که گندم نری قرض نکنی برو با مادر خوب قدم سایه قرض فرضی بکنه بریم بریم مردار بیای ما پول دیگه ندارم که پیش عباس اینا برم
بابا بیایم بریم گندومار ببریم بسیار کنیم که با خونه نون نیه. میگم 1 روپیه خدا ندارم از سرا بدر شدم. بریم جامعه قرض فردی بکنیم پولا باستی که کلا مردم بردشم کی مای بابا قرض بده. خب بابا گناه خود شما چرا کلاورداری میکنی؟ الان من میرم پس به مادر خون بگو بیار میگه بریم از همسایه آلقاش کنیم. سلام علیکم. فرشته اینجا سلام. کجا بریم؟ کجا میره؟ تا چه گرزه رسیدم. سارا. خوبه دیگه. دوما جو هم 1000 پول من به قرض بده بری در روزه. واسه هم پول آردم و بسیار بمونده اسیامون آردار نداد که برم بخونه. کاکا خسور به سر شما دارم خوب اگه مالک داری پی باشم خود میرونم که ایمی ما روزه چی رقم تیر کن با واسه قصدار هم بودم از دستیامون آردار نداد باور که یک پستگنون هم بخونه ما پیدا نمیشه. راست میگم کاکا خسور این مشکل همه دارم دیگه خواهیم پولا هم مسلمان رو میدادیم که حال با دوباره اگه پول نداشتیم میرفتیم آرداش رو مال میداد حال نداشتیم کجا میآوردم میدادم دیگه چیکار کنم؟ حالا بیام گفتم وقتی تو بده 1000 پول میگم اول بگفتم اگه پول نداشتی از جلوی شما نمیگشتم کاکا خسور نیه حال شرایط میتونه که هیچ کس به درد کس نمیخوره اصلا حال میته شده خوب که خود نمیشن مسلمان چی برسه به حق همسایه یعنی دختر هم نداره خود دختر شما اگه داشته باشه خب ما بزو پول میدم وقتی ما پولی نداشته باشم دختر شما هم نداره خیر باشه خدا بریم بخیر بریم این عروسی اول کاکا خسور منه که میای از ما پول قرض میکنه 10 دفعه دیگه تو حال با نون پول قرض کردن بیامید از ما بیستوندی بس ترکی و سی نکرد به تو که پول بدم مگره به تو ببخشم کاکا خسور